الرحمن علی العرش استوى، این رحمان بالای عرش استوا نمود. این کیفیتش چطور است؟ نمیفهمیم. کیفیتش نمیفهمیم. چه قسم استوا کرد؟ نمیفهمیم. خیلی چی بگوییم در جوابش؟ کما یلیق بجلاله و عظمته، اونمو قسم استوا کرد که به جلال و عظمت خالق شایسته است. نه تشبیه با مخلوق میکنیم. عقیده که است، نصف عقیده علم است، نصف عقیده ادب است. در افغانستان بسیاری کسایی که در عقیده مشکل دارن چی دارن؟ دو مشکل دارن. نصفش عقیده رو نمیفهمن و نصفش بی‌ادب هستن. از این خاطر چون عقیده رو نمیفهمه از پیشش بی‌ادبی میشه. پس ما الرحمن و علی العرش استوى چی میگیم؟ رحمان بالای عرش استوا نمود. خلاص از کیفیتش سوال نمی کنیم. چرا؟ ما عقیده خواندیم میفهمیم که مربوط به غیب میشه و ما در دایره حس و عقل قید هستیم، غیب شناسی نداریم. پس مسائل غیب قرآن عظیمشان بر ما بیان کرده، به مو اندازه که قرآن بیان کرده اونم قدر ما قبول داریم. فراتر از او دو فلسفه نمیگیم، از چگونگیش پرسان نمیکنیم. پس تو که عقیده را علمش یاد داری باید نیم سخنای چی باشه؟ نمیفهمم. در غیبیات چی باید بگویم؟ میفهمم یا نمیفهمم؟ نمیفهمم علم است یا جهل؟ در اینجا علم است. صحیح نه؟ الف لام میم حروف مقطعات است. الله اعلم بمراده. عالما میگه نمیفهمم، جاهلا میگه الف الله لام جبریل میم میگه نمیگه. پس اینال نصف علم نمیفهمم است. و کسی که در جاهایی که نمیفهمم میگه میفهمم، او جاهل است، عالم نیست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. کلمه تکیف از کیف گرفته شده یا کیفیت که ما شما میگیم و غالبا در فارسی به معنای چی میشه که ما از چگونگی یک چیز پرسان میکنیم. مثلا یک کسی میخواه شما را پرسان میکنه، میگم استاد چه قسم درس میده؟ کیفیت پرسان میکنه، شما برش میگین که والا اینی قسم استاد میشه، اینی قسم میشینه، اینی قسم مثال میگه. یعنی میره کیفیت یا چگونگی میگن. در اصطلاح عقیده هم در اصطلاحات توحید یکی از مشکلات بسیار زیاد مسئله تکییف یا کیفیت در افعال خداوند، در صفات الله سبحانه و تعالی، در افعالش، نامهایش. خب تکییف در اصطلاح چی را میگن؟ در اصطلاح عقیده تکییف چی را میگن؟ داخل شدن در کیفیت و چگونگی صفات است که الله سبحانه و تعالی آن را به خود بیان داشته است. اینال خود این تکییف که است یک مشکل اعتقادی هست. مشکل میگیم. چرا مشکل میگیم؟ به خاطر ازی که بسیاری از کسایی که عقیده توحید درست نمیفهمن، اینال در تکییف قاعده اصلی چی است؟ که کیفیت یا چگونگی صفات و افعال الله را بگوییم نمیفهمم. یعنی نصف عقیده نمیفهمم است. مثلا یک کسی همینجا بسیار آیات آمده ببینین ما شما در عالم محسوس زندگی میکنیم. اگر یک کسی شما را میگه که یک 2 تن آهن در هوا پرواز کرد، شما یک نفر چطور قناعت میدین؟ 2 تن وجبویی که یک چیزی از 2 تن آهن است و یک 2 تن 3 تن دگام بار میگیره و این 3 تن یا 4 تن یا 5 تن این دوامت بالا میشه.
اینالی این انسان به خاطر ازی که تحت تاثیر حواس ما و شما هستیم، اینمی یک تخت پاک وقتی که تو فکر میکنی که برادر من اینه میره آلینه قرار زور میزنم خدایا اگه می پرواز کنه او سیز نه آلمه نیم پاو تخت پاک پرواز دادن نمیتونم. برادر تو دروغ میگی، 2 تن آهن در هوا با بار و با همه چیز و برادر 500 نفر هم دایش میشینه. دروغ میگی. این حالا چرا ما تحت تاثیر چی هستیم؟ حواس هستیم. وقتی که خود ما تجربه میکنیم خود ما که ناکام شدیم والا من نمیتونم که نمیگه که پرواز بتونم. پس ایناله وقتی من خودم میره نتونستم عقلا هیچ قبول نمیکنم، قبول ندارم. اما وقتی که در میدان هوایی میریم بالفعل طیاره رو میبینیم لوتا پرسان که این وزن ازی چی قیمه میگم والا در حدود 2 تن 3 تن. بار چقدر است؟ شاید اینمی نفرها رو حساب کنی هر کدامش 80 کیلو 90 کیلو و با تمام وسایل شاید 1 2 3 4 تن هم این مردم به این 6 تن 7 تن تو آینه سه کش میکنی دیگه میگم این سویچ هم میزنم طیاره بالا شد. پس کل ما تسلیم هستیم نیستیم؟ چرا کل ما تسلیم هستیم؟ به خاطر ازی که ما و شما تحت تأثیر چی هستیم؟ حواس هستیم. عقل ما هم در دایره حواس میچرخه. هر معلومات را که حواس برش آورد او را خوب زود میپذیره. اون معلوماتی را که حواس نمیپذیره عقل هم در چارچوب حواس قلف است، نمیتونه که در پا فراتر بگذاره. الا که انسان مثلا با دلایل عقلی بعضی چیزا را میپذیره. آیا خداوند میتونه که یک ماشین بسازه که بسیار کوچک باشه 4 کیلو وزنش باشه لکن نمی 4 کیلو وزن یک شیر به خون تبدیل کنه؟ حالا آدم فکر میکنه بله خداوند ذات قدیر است میتونه. برات نشان بده ما اونم طفلک نو تولد شده برو برش یک شیر بده در داخل وجود چی است؟ ماشین است فوراً شیر به چی تبدیل میکنه؟ نه 5-6 فابریکه از متفلک به خون تبدیل میکنه، به گوشت تبدیل میکنه، یک مقدارش به استخوان تبدیل میکنه، یک مقدارش به مواد فضله تبدیل میکنه. سیز نه؟ یعنی او چندین فابریکه در اونم 4 کیلو وزن می طفل. پس الله خالق است که در 4 کیلو ماشین برای شیر بده از اونمو شیر. پس اینال کل گپ سر ازی است که ما در مسئله کیفیت یک چیز تا وقتی که محسوس نباشه زود مثل نمی تیاره 5 تن که قبول کردن نمیتونیم اما تو بر ما مشکل پیدا میشه. پس اینال چیزی که غیر محسوس است برای ما غیب است بسیار برای ما مشکل تمام میشه. اینال چه وقتی مشکل ما رفع میشه که 2 شکل است. یا ایمان داشته باشیم، ایمان ما را قناعت بده و تسلیم شویم و بگوییم که ما دیگه از امی چوکات اینمی قسم که ما در حواس ببین یک نفر در می حواس یکی از علما میگه نمی قسم که اینمی انسان در اینمی حواس اینمی قسم که حواس چوکات داره میگه نمی قسم مسائل عقل که است عقل هم در یک چوکات بند است. پس تو از این چوکات معقولات برآمده نمیتونی. خیلی در مسائل غیب چطور کنیم که نه در عقل ما میتونه او را فیصله کنه نه حس ما. در مسائل غیب که است تسلیمی هست. یکی محسوس است، یکی معقول است، یکی غیب است. در محسوس وقتی که طیاره را دیدیم که 5 تن وزن داره در هوا بالا میشه خلاص حواس ما قبول شد گفت صحیح میتونه انسان میتونه که 5 تن آهن در آسمان بالا کنه. معقول چطور است؟ وقتی که من مارکر رو میبینم عقل ما برام میگه که والا میره که برش پشت ساخته هوشیار بوده. حالا این زنایی که چادر دارن هوشیار است، زنایی که چادرای خودشو میکنن چی است؟ لوده است به خاطر که خشک میشه. یعنی قلم مارکر واره. پس همین کسی که برای از چادر ساخته عاقل بوده به خاطر اینکه خواسته که قلم بی ارزش نشه. ها؟ پس عقل ما میگه که اینمی مارکر هم تصادفی نیست. این که دی رنگ انداخته پس عقل من میگه که اینمی مارکر یک کسی مارکر چی کرده؟
ساختن. اما او انجینیر چه قسم است؟ تا من که انجینیر رو نبینم، نه عقلم برای من نشان داده میتونه و نه حس من. او انجینیر چه قسم آدم است؟ اروپایی است، امریکایی است، آسیایی است، افغانی است، پاکستانی است، مجبور ما او رو ببینیم. این حالا مثلا یکی موضوعات محسوس است. ما دنیا رو میبینیم، عقل ما برای ما میگه که اینمی دنیا خالقی داره، اما این خالقش چه قسم است؟ غیب است، ما نمیفهمیم. این خالق افعال داره، بله افعال داره. چه قسم است؟ کیفیتش؟ چون مسئله غیب است، نه تحت تاثیر معقول آوردش میتونیم، نه تحت تاثیر محسوس. از این خاطر مجبور هستیم که تسلیم شویم. به خاطر ازی که حس ما توانایی ازی را نداره که افعال خالق حس بکنه. یعنی خالق افعال داره، کیفیت هم داره، لکن ما او تو نمیفهمیم. پس ما به خاطر ازی که مخلوق هستیم، کیفیت افعال خالق نمیفهمیم. از این خاطر در تکییف علما میگه که وقتی که سر کیفیت میگن، سر صفات خالق و سر افعال خالق، سر کیفیتش بحث نکنین و چی شوین؟ تسلیم شوین. مربوط چی است؟ غیب است، از دایره حس و عقل فراتر است. پس کیفیتش ما نمیفهمیم. به خاطر که بفهمیم چی باید بکنیم؟ به خاطر که بفهمیم ایره میگه موضوع غیب است و در مسائل غیبی تسلیم میشیم. فهمیدین یعنی مسئله را؟ پس در مسائل افعال خالق و صفات خالق بهترین قاعده چی است؟ چی است؟ تسلیمی است. چی میگیم؟ ما نمیفهمیم. صحیح شد نه؟ اگر گفتی میفهمم، پس معلوم میشه که تو نمیفهمی. و اگر از این خاطر بسیاری از فلاسفه، بسیاری از علما که خواستن که کیفیت درک بکنن، چون ای میخواه با حس خود غیب بفهمه، میفهمه با عقل خود غیب بفهمه، و ای غیبیات که است نه در چوکات معقول داخل میتونه شده، نه در چوکات محسوس. پس اینا زور عقل هم نرسید، زور حس هم نرسید. انسان دو چیز داره. انسان چی داره؟ دو چیز داره، یکی حس داره و یکی عقل. انسان قوه غیبی نداره. اینا وقتی که در قوه غیبی داخل میشه، سبب چی میشه؟ سبب گمراهی میشه. پس گمراه میشه. پس اینا آنچه که محسوس است قبول داریم، آنچه که معقول است با عقل خود میفهمیم، آنچه که غیب است به امور غیبی چی هستیم؟ مطابق امر الله تسلیم هستیم. واضح شد انشاءالله؟ پس افعال خالق کیفیتش الرحمن علی العرش استوى. صحیح است؟ الرحمن علی العرش استوى. این رحمان بالای عرش استوا نمود. این کیفیتش چطور است؟ نمیفهمیم. کیفیتش نمیفهمیم. چه قسم استوا کرد؟ نمیفهمیم. خیلی چی بگویم در جوابش؟ کما یلیق بجلاله و عظمته. اونمو قسم استوا کرد که به جلال و عظمت خالق شایسته است. نه تشبیه با مخلوق میکنیم. عقیده که است، نصف عقیده علم است، نصف عقیده ادب است. در افغانستان بسیاری کسایی که در عقیده مشکل دارن چی دارن؟ دو مشکل دارن. نصفش عقیده رو نمیفهمن و نصفش بی‌ادب هستن. از این خاطر چون عقیده رو نمیفهمه از پیشش بی‌ادبی میشه. پس ما الرحمن و علی العرش استوى چی میگیم؟ رحمان بالای عرش استوا نمود. خلاص از کیفیتش سوال نمی کنیم. چرا؟ ما عقیده خواندیم میفهمیم که مربوط به غیب میشه و ما در دایره حس و عقل قید هستیم. غیب شناسی نداریم. پس مسائل غیب قرآن عظیمشان بر ما بیان کرده، به مو اندازه که قرآن بیان کرده اونم قدر ما قبول داریم. فراتر از او دو فلسفه نمیگیم، از چگونگیش پرسان نمیکنیم. پس تو که عقیده را علمش یاد داری باید نیم سخنای چی باشه؟ نمیفهمم. در غیبیات چی باید بگویم؟ میفهمم یا نمیفهمم؟ نمیفهم. نمیفهمم علم است یا جهل؟ در اینجا علم است. صحیح نه؟ الف لام میم
حروف مقطعات است. الله اعلم بمراده. عالما میگه نمیفهمم، جاهلا میگه الف الله لام جبریل میم محمد. میگه نمیگه. پس اینال نصف علم نمیفهمم است. و کسی که در جاهایی که نمیفهمم میگه میفهمم، او جاهل است، عالم نیست. چرا؟ از دایره خود برآمد یا نبرآمد؟ ما دو چوکات داریم نه؟ یک چوکات حس است، دیگه چوکات چی است؟ عقل است. سوم چوکات چی است؟ غیب است. غیب چقدر به او عقیده میکنیم؟ به ما اندازه که قرآن و سنت بر ما تشریح کرده. اضافه تر از او تسلیم هستیم. صحیح؟ خب این حال وقتی که مسئله فهمیدین تکیف انشاءالله کلتان؟ خب این حال وقتی که تکیف فهمیدیم، یک 3-4 یادداشت است که مثل قواعد باید در اینجا باید یاد داشته باشه. اول قاعده اول در تکیف، منظور از کیفیت صفات این نیست که ما کیفیت صفات الهی را کاملا نفی کنیم. صحیح کنین. قاعده اول چی است؟ این کیفیت نفی کنیم یا ای که ما بگوییم که نمیدانیم. اگر کس کاملا نفی کنه اینجا ای بیعقل است، اشتباه کرده. ما کیفیت صفات کاملا نفی نمی کنیم. صفات خالق کیفیت داره، لکن مشکل ما که نمیدانیم، ما غم خودم میخوریم. فهمیدین یا نه؟ یعنی الله سبحانه و تعالی چه قسم استوا نمود؟ کیفیتش به الله معلوم است، کیفیت داره. اما خوب سعی کنین عقیده این تو نقاط دقیق داره. اینال یک نفر که 60 ساله میشه، 70 ساله میشه، یک دفعه در شرک مبتلا میشه. چرا؟ به خاطر از که درس عقیده نشیشته، زانون نزده. یک روز یک دریور را پرسان کردم، گفتم چه وقت میشه دریوری ده؟ چه وقت یاد گرفتی؟ گفت در 2 ماه. گفتم در عقیده چه وقت شیشتی؟ گفت والا یک روز هم نشیشتیم. اینال ای که برای دریوری 2 ماه تو وقت میتی که موتر را بشناسی، ولی بر ذات خالق متعال، بر ذات خالق متعال و بر شناختن صفات از او تو 5 دقیقه نمیتی. اینال چطور تو چیز را که برش وقت ندی چطور تو را میفهمی؟ میخوای انجینیر شی ناقی، سر به خود بر انجینیر شی نمیتونی شده. پس عقیده را کسی میفهمه که در علاقات درس عقیده اشتراک بکنه، ولو که امی روز خوب میمانی باشه. میگه نه از میمانی که اینجا خوب است. اگه من تکیف نفهمم، سوارز کیفیت صفات خالق بیان میکنم و گفتم در کفر میکشم. اکثرا فلاسفه و علما مشکلشان در چی است؟ که عقیده قرآنی رو نمیفهمن، در کیفیت صفات خالق گپ زدن، از چوکات حس عقل بالاتر رفتن. وقتی که اینجا گپ زدن، فیلسوف کافر شد. معتزله و گروه های مختلف، قدریه و جبریه و یعنی فرقه هایی که گمراه شدن، علتش این است که قواعد عقیده را نمیفهمیدن و تسلیم نشدن و نگفتن نمیفهمم. اسلام تسلیمی است خلاص. و چی تسلیم هستی؟ به غیب. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اولین قاعده قرآن چی است؟ گفته که ذلك الكتاب، این کتاب است، در این شک است؟ نیست. کتابی چی هست؟ فلسفه هست، منطق هست، قصه هست، انجینیری، ساینس هست؟ میگه نه، کتاب هدایت است. هدن. ذلك الكتاب، کتاب چی است؟ هدایت است.
هدن برای کی هدایت است؟ برای متقی. پس متقی کی است؟ همین که تسبیح 1000 دانه‌ای بگیری؟ نه. الذین یؤمنون بالغیب. اول شرطش است. اول که میخوای با تقوا شوی چی است؟ ایمان به چی است؟ به غیب. چرا ایمان به غیب مهم است؟ به خاطر که در مسائل ایمان به غیب انسان تسلیم میشه. وقتی که تسلیم شدی به امر الله، الله برات نقشه را نشان داد. حس مربوط تو انسان است. برو علم بخوان، برو ساینس بخوان، برو تکنولوژی بخوان، برو کامپیوتر بخوان، برو این کتزمی کامپیوترت برو در مریخ و عطارد. محسوس است، مربوط توست. این جهان محسوس است. میتونی که درباره آفتاب تحقیق بکنی، میتونی درباره مهتاب تحقیق کنی، میتونی بری در نزدیک مهتاب و اگر بتونی حرارت وسیله بسازی که حرارت درت نته، میتونی که در نزدیک آفتاب هم بری، پیش آفتاب دستایت گرم کنی. محسوس است. آنچه که معقول است درباره معقول هم از عقلت کار بینی. اما وقتی که در غیب آمد تسلیم شد. از این خاطر اولین قاعده قرآنی برای تقوا چی است؟ ما شما میگه ایمان به غیب است. ما شما چی میکنیم؟ ما میگیم والا تقوایی است که من تسبیح 1000 دانه‌ای پرتم. تقوایی است که مثلا من زیاد ذکر کنم. تقوایی است که من زیاد نماز بخونم. زیاد ذکر نکن، زیاد نماز نخوان. اول عقیده تا قوی بساز. اصول دینت که جور شد، باز اگر عقیدت قوی بود، اگر 50 دفعه ذکر کردی، اگر 1 دفعه الله گفتی، سیکو اذا ذکر الله وجلت قلوبهم. میگه وقتی که ذکر الله میشد 1 دفعه دلایشان ترس میآید. چرا؟ به خاطر از اینکه اون کسی که الله را شناخت، باز این مجرد که یک کار زشت میکنه برش بگویی که از خدا بترس، نکنی کار، فوراً دست خدا محکم میگیره. ذکر الله نفت خودش اگر ذکر خودش ذکر کنه، نه میگه ذکر الله وقتی که به یاد آورده شه، یا کسی به یادش بیاره که برادر این کارا نکن، نمیترسی از خدا این کارا میکنی. این حال کسی که عقیده نداشت برش بگو از خدا بترس، نکنی کارا، و هنوز خیز میزنه. اما اگر آدم با تقوا باشه، مجرد برش بگویی که نکنی کار، از خدا بترس، 1 دفعه. از این خاطر صحابه کرام حضرت عمر رضی الله تعالی عنه، حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه، اگر یک اشتباه عادی میکردن برش میگفتن که یا عمر اتق الله، از الله بترس، 1 دفعه وجلت قلوبهم، خدا جمع میکردن که چی گفت؟ 1 دفعه نام الله ذکر شدن، 1 دفعه ایسا ترس و وحشت از گناه میگیره. عقیده قوی است. اگر عقیده ضعیف بود، 1000 دفعه سبحان الله 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 گفته میره، ببینی که تو 1000 دفعه الله گفتی، نیم ساعت بعدش کسی مجلس که برآمد در گناه مبتلا است. چرا قلب ازی اگر قلب بترسه چپ میشینن، گریه میکنن، خدا زمین میپرتن. بسیاری وقتا ما الله میگه میرقصن، اونش میگه الله 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 یتن میپرته. چرا؟ این قلب ازی اذا ذکر الله نمیشناسه الله عظمتشه. از این خاطر بسیاری کسا وقتی که از این خاطر پس آمدیم در کیفیت صفات. آیا صفات خالق کیفیت داره یا نداره؟ کیفیت داره. آیا ما کیفیتش میفهمیم؟ مشکل ماست ما نمیفهمیم. اگر کسی میگه نه کیفیت نداره، این هم یک مشکل اعتقادی پیدا میشه. پس ما میگیم الله سبحانه و تعالی افعالش و صفاتش کیفیت داره. این قاعده اول. اما این کیفیت هم ما نمیفهمیم. چرا ما نمیفهمیم؟ مربوط به چی میشه؟ به غیب میشه. ما چرا نمیفهمیم؟ ما در چی بند هستیم؟ در 2 چوکات حس و عقل. خب قاعده دومی چی است؟ در قسمت افعال و صفات الله ادب کلام مراعات میکنیم. چه قسم بگیم؟ میگیم ید بلا کیف الله. ید به معنای دست است. از این خاطر ما ادب از اون مراعات میکنیم که ید الله فوق ایدیهم. ان ید الله فوق ایدیهم در قرآن آمد. ید چه قسم است؟ کیفیت شما نمیفهمید.
تشبیه نمیکنیم با دست مخلوق. این دست مخلوق است. تمثیل نمیگیم این قسم دست مخلوق است. تشبیه نمیکنیم. تکییف کیفیت چه بیانه؟ تکییف کیفیت هم بیان نمیکنیم. پس نه تمثیل میکنیم نه تشبیه میکنیم. تعطیل هم نمیکنیم بگیم نیست. نه ولا دست ید نمیگیم قدرت میگیم. اینجا باز تعطیل میشه، معطل قرار داده میشه. پس چی میکنیم؟ میگیم بله ید خالق آنچه که در قرآن آمده ما به او ایمان داریم، قبول داریم. چه قسم است؟ کیفیتش نمیفهمیم. فهمیدین یا نه؟ کیفیتش نمیفهمیم. از این خاطر میگیم که ید بلا کیف، وجه بلا کیف، کلش بلا کیف، یعنی ما کیفیتش نمیفهمیم. کیفیت داره لکن من نمیفهمم. از این خاطر میگیم بدون کیفیت خلاص. قاعده سوم چی است؟ تحقیق و تفکر. صحیح کنین. در هر چیز تحقیق علم است. فکرتان باشه. در هر چیز تحقیق چی است؟ علم است. ما در باره یک چیز تحقیق میکنیم به خاطر که علم یاد بگیریم. در کیفیت ذات، صفات و افعال خالق صحیح کنین. تحقیق در کیفیت ذات، صفات و افعال خالق و پرسیدن در این امور بدعت است. بدعت یعنی یک کار ناروا هست. صحابه این کار نمیکردن. یعنی تحقیق و پرسیدن در کیفیت ذات، صفات و افعال خالق این خودش چی است؟ بدعت است. از همین خاطر وقتی که از امام مالک رحمت الله علیه سوال شد، خوب دقیق این نکته را دقیق شوین. از امام مالک رحمت الله علیه پرسان شد درباره آیت شریف که ثم استوى علی العرش. گفتن یا امام کیف استوى؟ استوا چطور است؟ امام مالک صاحب چی گفت؟ گفت الاستواء معلوم والکیف مجهول والسؤال عنه بدعه. مالکی است. عقیده امام ابو حنیفه صاحب و امام مالک و امام شافعی و امام احمد ابن حنبل و اینی علما که است اهل سنت عقیدهشون کلش یکی است. پس در مسائل فقهی، فروعات فقهی اختلاف و اجتهادات کردن. پیش ما شما رتبه کلشان یک چیز است، علمای بزرگ هستند. پس از امام مالک رحمت الله علیه پرسان شد که یا امام ثم استوى على العرش. گفت استوا چه قسم است؟ امام صاحب فوراً برشون گفت که الاستوا معلوم. گفت استوا معلوم است، آیات قرآن است. پس استوا معلوم شد. والکیف مجهول. کیفیت چه ما نمیفهمیم، برای ما مجهول است چون مربوط به غیب میشه. والایمان به واجب. ایمان به واجب است به خاطر که در قرآن آمده مجبور است ایمان داشته باشی. والسؤال عنه و سوال کردن از کیفیت ازی چی است؟ بدعت است، ناروا هست. این علما، صحابه کرام، تابعین کرام این بی‌ادبی رو نمیکردن. باز این نفر که میاد مجلس 6 گفت برش میگه امام صاحب مالک گفت ما لا اراك الا مبتدعا. گفت ما که قوری تسهیل میکنم بدعتیستی، بکشینید از مجلس من. بس کنین یادم. معلوم میشه که به فساد نامده. پس این قاعده را امام صاحب مالک چیز کرد. اگرچه ابن ابی العز حنفی که نام کتابش است شرح عقیده طحاویه، این کتاب خود گفته که این چیز او گفته ایره ام سلمه رضی الله تعالی عنها، ام المؤمنین همسر پیغمبر صاحب ام سلمه گفت ایره روایت کرده موقوف و مرفوع. ام سلمه رضی الله عنها گفت ایره روایت کرده موقوف و مرفوع. موقوف چی رو میگن؟ که حدیث بالای صحابی توقف کرده باشه. مثلا ام سلمه صحابی است، همسر رسول الله صلی الله علیه و آله است. میگه این موقوف و مرفوع.
مرفوع چی مانه که ام سلمه ایره از پیغمبر صلی الله علیه و آله روایت کرده. امی گپه الاستواء معلوم والکیف مجهول والایمان به واجب والسؤال عنه بدعه. امام ابن ابی العز حنفی رحمت الله علیه او میگه که ام سلمه در کتاب خود نوشته کرده که امیر ام سلمه رضی الله تعالی عنها موقوف هم که یعنی خودش گپ گفته باشه یا مرفوع به پیغمبر صلی الله علیه و سلم که از پیغمبر شنیده مرفوع به رسول گفته که قال رسول الله صلی، یعنی حدیث پیغمبر است. باز شیخ ناصرالدین البانی که یکی از محققین حدیث است، باز او شرح عقیده طحاوی را احادیثش تخریج کرده، باز او میگه که نه مرفوع بودن ازی ثابت نیست. همین روایت موقوف است بالای کی؟ بالای ام سلمه، یعنی حدیث موقوف است، یه از صحابی از ام سلمه نقل شده و همچنان قول امام مالک است. پس خلاصی نتیجه میرسیم که همین قول یا همین سخن کی است؟ سخن ام سلمه و سخن کی است؟ سخن امام مالک. ام سلمه و امام مالک. پس این دو نفر گفتن ام سلمه چون شاگرد مکتب نبوت است حتما از دل خود گپ نزده. وقتی که صحابی یه گپ میزنه امیر اگرچه الفاظش از پیغمبر نیست لکن فهمش از پیغمبر است که اما تو از پیغمبر هم تو فهمیده که در مسائلی که مربوط به غیب میشه استوا و ید و وجه و یپایی که در قرآن مربوط به الله هست و جاء ربک پروردگارت آمد و پروردگار در آسمان هفتم پایان میشود. بعضی احادیث آمده سیزنی اینا لکل ازیا چی است؟ یارا کل ازیا چی میگن که معلوم والکیف مجهول. این قاعده است در کل ازی والایمان به واجب والسؤال عنه بدعه. اگر یک گپ از ام سلمه باشه، ام سلمه چون شاگرد مکتب نبوت است پس این فهمش شاید سخنان ام سلمه باشه موقوف از بالای ازو توقف بالای موقوف چرا میگن وقت کرده بالای ام سلمه. پس اگر ام سلمه گفته معنیش است که ام سلمه امی فهم از کی گرفته؟ از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم امی ادب یاد گرفته. و اگر قول امام مالک است، امام مالک رحمت الله علیه یک عالمی است که یک کتاب هم در حدیث داره به نام موطأ مالک، کتاب بسیار کلان داره مثل امام بخاری و امام احمد بن حنبل واره. کتاب حدیث امام مالک چیست؟ به نام موطأ هست. بعضیا موطا میگن و چی میگن و غلط است. موطأ همین قسم تلفظ درستش اینا او موطأ مالک است. پس امام مالک هم محدث است که کتاب حدیث داره و هم رئیس یکی از مذاهب فقهی است. پس این هم دین خوب میفهمه. دین چی میفهمه؟ خوب میفهمه. پس این دوی از موضوع کده آیات قرآن خوبتر میفهمه. پس اونا چی گفتن؟ مثل ما ور نامدن که در غیبیات کلامکاری کنه فلسفه بگوید. گفتن الاستواء معلوم والکیف مجهول والایمان به واجب والسؤال عنه بدعه. یعنی ما استوا را به خاطر که در قرآن آمده معلوم دار است و کیفیتش نمیفهمم به خاطر که من بنده هستم به غیب نمیفهمم و ایمان به او واجب است به خاطر ازی که در قرآن آمده و سؤال عنه بدعه به خاطر ازی که اینمی کار بدعتکارا هستن که در این مسائل غیبی گپ میزنن. انسان مسلمان و موحد یکتا پرست در کیفیتی از اینا چی میکنه؟ توقف میکنه و تسلیم میشه و میگه چون به غیب است کیفیتش چه قسم است؟ کیفیت داره یا نداره؟ بگیم بله کیفیت داره. چه قسم است کیفیتش؟ کما یلیق بشأنه بعظمته و جلاله. چنانچه شایسته جلال و عظمت الله سبحانه و تعالی بود. این بود درس امروز ما و السلام علیکم و رحمت